والسلام. علماء کرام، مجاهدین، برادران تجار و برادرانی که از راه دور به خاطر کمایی سعادتی دارند در این محفل قرآنی تجمع فرمودید. این همگرایی و این اخلاصمندی شما را تبریک و تهنیه عرض می‌کنم. برادران عزیز و بزرگوار، آیتی که خدمتتان تلاوت کردم، اللہ تعالی فرموده بل هو قرآن مجید، بلکه یہ قرآن مجید است که مسلمان را با مسلمان وصل می سازد، مسلمان را با مسلمان برادر می سازد، دنیا سعادت دنیا و آخرت نصیب یک مسلمان می گرداند. چی از قرآن مجید، قرآن مجید است. الله بزرگ برای امت محمد صلی الله علیه و سلم سه نعمت بزرگی را عطا فرموده. یکی دین کامل، دین اسلام دین کامل است. دوم کتاب کامل که قرآن کریم است. سوم آخرین پیغمبر و سردار و سالار همه پیغمبران محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. وقتی که قرآن کریم آمد، آنایی که اندکی ضمیر شعور داشتند متوجه به قرآن شدند، اگر راهزن بودند رهبر شدند، اگر غلام بودند سردار شدند، اگر زلیل بودند با عزت شدند. یکی از واقعات فضیل بن عیاض رحمت الله علیه که اعجاز قرآن کریم چی است که راهزن و رهبر می سازد، خادم دین و اسلام و قرآن می سازد. و کی بود؟ فضیل بن عیاض رحمت الله علیه. قبل از توبه کردنش دوست بود، راهزن بود. یک شب همراه نفرای خود مشوره میکند که برای فلانه خانه حمله میکنیم، ما به مقام دنیاشو به سرقت میبریم. عادتش بود هر وقتی که وارد هر خانه و منزل میشد اطراف محاصره میکرد و خودش وارد خانه میشد. وقتی که اساطیر خود جابجا کرد و میخواست که وارد خانه مردار شود، نزدیک کلکل شد. در نیمه شب دیده که یک مادر عزیز و مهربان خدا ترس کلام خدا قرآن مجید به دست دارد، تلاوت کلام الله مجید میکند و همه آیت مبارکه را تلاوت میکند. علم یعنی الذین ان تخشع قلوبهم لذکر الله، چونکه عرب قرآن عربی است، لفظ خودشان و ضمیر و عقل و شعور دو کرد. کلام خدا از عرش مع الله توسط جبرئیل امین در طول 23 سال و افضل الرسل محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم برای منجی بشریت نازل شده و ما را خطاب میکنه الله. علم یعنی للذین ان تخشع قلوبهم لذکر الله. آیا نرسید از وقتی که قلبها آنها که سخت است نرم شود برای یادداشت پروردگار، رجوع به سوی پروردگارشان بکنند. فضیل بن عیاض رحمت الله علیه دوست مؤمنین وقتی که متوجه به قرآن میشه به کلام خدا، الله عزتش میده، عظمتم نصیبش میکنه. اما هم میگه وقتش رسیده، وقتش رسیده که فضیل توبه بکنه از بدبختی و سرکشی و طغیانش دست برداره، رجوع به سوی پروردگارش بکنه. صدا میکنه که وقتش رسیده، توبه کرده.
فضیل بن عیاض رحمت الله علیه مفسر قرآن بود و چه عظمت قرآن است. الله فرمود بل هو قرآن مجید رهزن را که رهبان سعادت. این قرآن کریم دیگر کتابی نیست، این کتاب قرآن کریم است که اطلاع به وجود انسان میارد. بل هو قرآن مجید. دوم نعمت پروردگار بالای ما مسلمانان و آخر نعمت چی است؟ بهترین پیغمبر است، رحمت للعالمین است. یکی از داستان‌های از او چی است؟ معجزه پیغمبر علیه السلام. حیوانات به او سخن میگفتند. یک روز اصحاب کرام آهوی را شکار کرده بودند. بچه‌های آهو را شکار کرده بودند کوچه‌های شب. آهو آمد پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت اصحاب شما کوچه‌های مرا شکار کردند، تو ضمانت مرا بکن، کوچه‌های خود شیر بدم. پس نبی علیه السلام آهو را میارد، کوچه‌هایش را میرد، راهایش میکنه میرود. آهو هر کلمه که میکنه میگه و ما ارسلناک الا رحمة للعالمین. واقعیت که الله تعالی رحمت للعالمین نازل کرده است. و چی از قرآن مجید؟ قرآن مجید است. برادرای عزیز، قرآن کریم 4 کلمه است. این 4 کلمه است: قاف، را، الف، نون. به این 4 حروف علما اشاره به سوی 4 نکات کردند. بیشتر مورد سے بحث کرد. حدیث پیغمبر علیه السلام است که الف لام میم یک حرف نیست، بلکه هر کام شواهد آید حرف است و در بدن هر حرف 10 ثواب است. الف لام میم 30 ثواب میگیرید. این آیات کلام الله مجید چقدر است؟ ولی علما میگن به این 4 حروف که قاف و را و الف و لام اشاره به سوی 4 نکات است. قاف مراد تقرب الى الله. مسلمان اگر میخواهد که تقرب الى الله حاصل بکنه و تقرب الى الله نصیب شود، قرآن را در آغوش خود بگیرد. قرآن عظیم و با عظمت است، سبب قرآن با عظمت شود. تقرب الى الله حاصل بکنه. و اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب. در هر حالتی که الله را صدا بکنی، قرآن در سینه باشه و محبت و قرآن داشته باشی. فإنی قریب، الله بگه من نزدیک هستم. دوم را اشاره به سوی چی است؟ رحم الله، رحمتی الله. اگر میخواهی که شامل رحمتی الله شوی در این شبهای پرفیض و برکت، این شهر مایی که اولها رحمتن، پیغمبر علیه السلام فرموده در اولیش رحمت است که شامل رحمت پروردگار میشد. سختی است این رحمت آخرش شد با برادر بعض و کینه داری، بعض و کینه از بین میره و ترحم در دل داخل میشود، به وجود میآید. و اوسطها مغفرت. ادعای بابینی چی است؟ مغفرت و بخشش است از جانب الله. تعلیف اشاره به سوی انعام الله است. اگر میخواهی که همیشه نعمت الله شامل حالت باشد، محبت و علاقه‌مندی با قرآن باشد و در محفل قرآن شرکت بکن. الله تعالی شما اقوام دیگر را برکت بده. یک نعمت بزرگوار است، هیچ کس نمی‌فهمد. یا محبت و علاقه‌مندی خاصی الله برای شما مردم است، یا دعاهای نیکان آبا و اجداد شماست که ببینن از هر گوشه و کنار شما روی زمین و مخلوقات زمین مستفید میشن و بهره‌مند میشن. الله تعالی شما را برکت بده. تعلیف اشاره به سوی نام الله است. بزرگترین نعمت چی است؟ قرآن کریم است. در نون اشارت به سوی چی؟ نصرت، فتح و کامیابی، نصر من الله و فتح قریب. همین قرآن کریم بود. وقتی که 4 چیز پیدا شد، سهیل رومی پیدا شد،
بلال حبشی پیدا شد، ابو هریره یمنی پیدا شد، سلمان فارس پیدا شد. همین قرآن کریم را صداقت ابوبکر ثابت ساخت، عدالت عمر را ثابت ساخت، حیا عثمان را ثابت ساخت، شجاعت معاویه علی کرم الله را ثابت ساخت. بل هو قرآن مجید. الله بگه همین قرآن مجید است. اگر میخواهی که همیشه نام جاویدان باشد، صداقت ابوبکر والی، عدالت عمر والی، حیای عثمان والی، شجاعت علی والی، قرآن را به بغل بگیر. همیشه در محافل قرآن شرکت بکنید. علاقمندی و محبت با علما و با قرآن و حفاظ باشد. اگر نبود القرآن حجت لك. حدیث تلاوت کردم، نبی اسلام فرموده که قرآن حجت بر تو. راه خلاصی و نجات قرآن است. اگر با این محبت کردیم و در کنار و سینه جا داریم، حجت لك این سبب کامیابی است. اگر پشت بازی آقای علاقمندی نباشی، بازو کلا ورزیدی او علیکی بزره تو با شهادت بتر بایی کمر دمیش درانا تو طاقت توانایی را ندارد، کمر تمامیش کناند. از توجه همه جهان سپاس و آخر دعوان الحمدلله رب العالمین. بشنو نوای قرآن.